أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. و حالا بنده میخواهم درس دویم را از تعلیم الفبای عربی براتون پیشنهاد بکنم. اما پیش از اونه که درس دویم را ما و شما بگذاریم، اولا دوام درس یکم را یا بعض فایده های از درس یکم هست، او را میخواهم براتون برسانم. ببینید اینجا میگد اقرأ اسماء الحروف الآتیتی، بخوان میگه نام های حرف های می آمدگی را، در پایان حرفایی که هست میگه اینها را نام هاش بخوان میگوید. اینجا ببینید این حرفی با هست، این حرفی با می باشد. حرفی با یعنی که حرفی چطوری که درس گذشته ما و شما خوانده بودیم، اون با در بینی در جداگانه نوشته که میشید به اون طریقی که درس گذشته خونده بودیم به اون طریق بود. اما این بایی که حالا میبینید در اول کلمه هست، در اول کلمه به این طریق نوشته میشود و این حرفی تا هست و حرفی تا هم به این طریق در اول کلمه نوشته میشود، یعنی که در اول کلمه باشد، طریقشون همین است. و این حرفی ثا می باشد، حرفی ثا هم به این طریق نوشته می شود. و این حرفی فا می باشد، ببینید در اول کلمه به این طریق نوشته می شود. و اینش حرفی کاف می باشد، کاف در اول کلمه به این طریق نوشته می شود. و اینش حرفی ها می باشد، حرفی ها به این طریق نوشته می شود. و این حرفی میم هست، میم در اول کلمه. حالا در اینجا هر حرفی را که میارد در اول کلمه ها هستند. و اینش حرفی لام هست، لام در اول کلمه. و این حرفی عین می باشد، عین در اول کلمه. و این حرفی غین می باشد، همچنین غین در اول کلمه. و این حرفی خا است، حرفی خا در اول کلمه. و این حرفی جیم می باشد، حرفی جیم در اول کلمه. و این حرفی حا همچنین در اول کلمه. و این حرفی قاف، حرفی قاف در اول کلمه. و این حرفی نون، حرفی نون در اول کلمه. و این حرفی صاد، صاد در اول کلمه. و این حرفی سین همچون در اول کلمه. و این حرفی شین، حرفی شین در اول کلمه. و این حرفی ضاد، حرفی ضاد در اول کلمه. و این حرفی یا، حرفی یا در اول کلمه به این طریق نوشته می شود. و این حرفی تا، تا در اول کلمه. و این حرفی ضا، ضا. و این حرفی ذال در اولی در آخری کلمه، حرفی ذال در آخری کلمه. و این حرفی دال همچنین در آخری کلمه، حرفی دال در آخری کلمه به همین طریق نوشته می شود. و این حرفی را، حرفی را در آخری کلمه. و این حرفی واو، حرفی واو در آخری کلمه. و این حرفی الف در آخری کلمه، اگر حرف الف در آخری کلمه که باشد به این طریق نوشته می شود. و این حرفی زای، حرفی زای در آخری کلمه. و این حرفی ب، حرفی ب در آخری کلمه. و این حرفی ت، حرفی ت در آخری کلمه. و این حرفی ث، حرفی ث در آخری کلمه. و این حرفی ف، حرفی ف در آخری کلمه. و این حرفی کاف، حرفی کاف در آخری کلمه. و این حرفی ه، ببینید حرفی ه، هایی که به حلق نیست، های آزاد در آخری کلمه به همین طریق نوشته می شود. و این حرفی میم، حرفی میم در آخری کلمه به این طریق نوشته می شود. و این حرفی لام، حرفی لام در آخری کلمه. و این حرفی عین، حرفی عین در آخر کلمه.
و اینش حرف غین. حرف غین در آخر کلمه. و حرف خا. حرف خا در آخر کلمه. و این حرف جیم. حرف جیم در آخر کلمه. و این حرف ح. حرف ح در آخر کلمه. و این حرف قاف. حرف قاف در آخر کلمه. و این حرف نون. حرف نون در آخر کلمه. و اینش حرف صاد. حرف صاد در آخر کلمه. و اینش حرف ضاد. حرف ضاد در آخر کلمه. و اینش حرف تا. حرف تا در آخر کلمه. و اینش حرف ضا. حرف ضا در آخر کلمه. و اینش حرف سین. حرف سین در آخر کلمه. و اینش حرف شین. حرف شین در آخر کلمه. و این باشد حرف یا. حرف یا در آخر کلمه. ببینید حالا در اینجا اسم هایی که در اول، یعنی که حرف هایی که در اول کلمه میآید و در آخر کلمه میآید، برای ما چی طور نوشتنش را یا که چی طور نوشته می شود را تعلیم داد. میگذاریم به قسم بعدیش. میگه که اقرأ اسماء الحروف الآتیه. بخوان، میگوید نام های حرف های می آمدگی را. نام های حرف های می آمدگی را بخوان. و در اینجا در بین کلمه چی طور نوشته می شود؟ ببینید اول در بالا در اول کلمه همون حرف ها چی طور نوشته می شود آورد. با بعدش در آخر کلمه چی طور نوشته می شود آورد. انا اکنون در بین کلمه چی طور نوشته می شود؟ مثلا یک کلمه که نوشتیم که حرف در بین بیاید چی طور نوشته می شود، این را بیان میکند. مثلا این حرفی با است. حرفی با را ببینید. حرفی با را ببینید. حرفی با در بین کلمه به این طریق نوشته می شود، از پایین یک نقطه. ببینید. و اینش حرفی تا می باشد. حرفی تا و مثل حرفی با از خانه اش فقط نقطه از بالا دو تا هست. ببینید در بین کلمه. و اینش حرفی ثا. حرفی ثا. حرفی ثا در بین کلمه به این طریق نوشته می شود. و اینش حرفی ف. حرفی ف در بین کلمه به این طریق نوشته می شود. و اینش حرفی کاف. حرفی کاف در بین کلمه به این طریق نوشته می شود. و اینش حرفی ها. حرفی هایی که به حلق گفته نمی شود، های آزاد، در بین کلمه به این طریق نوشته می شود. و اینش حرفی و این حرفی میم می باشد. حرفی میم در آخر کلمه به این طریق نوشته می شود. ببینید حرفی میم در آخر کلمه. و اینش حرفی لام. حرفی لام در بین کلمه. حرفی میم هم در بین کلمه بود، این حرفی لام هم در بین کلمه. در بین کلمه به این طریق نوشته می شود. و این حرفی عین می باشد. حرفی عین در بین کلمه. و این حرفی غین است. حرفی غین در بین کلمه. و این حرفی خا می باشد. حرفی خا در بین کلمه. و این حرفی جیم است. حرفی جیم در بین کلمه. و این حرفی ح است. حرفی ح در بین کلمه. و این حرفی قاف است. حرفی قاف در بین کلمه. و این حرفی نون است. ببینید حرفی نون در بین کلمه. و این حرفی صاد است. حرفی صاد در بین کلمه. و این حرفی سین است. حرفی سین در بین کلمه. و این باشد حرفی شین می باشد. حرفی شین در بین کلمه. و این حرفی ضاد است. حرفی ضاد در بین کلمه. و این حرفی یا است. حرفی یا در بین کلمه. و حرفی ضاد. و حرفی ضاد در بین کلمه. و حرفی تا. این حرفی تا می باشد در بین کلمه. و این باشد حرفی ضا. حرفی ضا در بین کلمه. ببینید حالا برای ما و شما حرفا در اول کلمه چطور نوشته می شود بیان کرد، در بین کلمه چطور نوشته می شود، در آخر کلمه چطور نوشته می شود بیان کرد، و در بین کلمه چطور نوشته می شود بیان کرد. و این بود درس گذشته ما و شما که در درس گذشته
این چیزها را بیان نکرده بود. یعنی که ما در زیر همین ویدیو ببینید یک سلکه موندگی است. این دو کتاب هست، یعنی دو پی دی اف است. یک پی دی افش این حرفا را ندارد، یک تاش این رو دارد. برای خاطر این فایده که بود براتون از این پی دی اف دویمش این درس رو شروع کردم. هر دش یک است، فقط این علاوگی رو داشته است، این زیادی رو داشته است. و حالا دیگر شما باید حرفا را دیگر در بین چطور است، در اول چطور است، در آخر چطور است دیگر باید بشناسید، زیرا که در اینجا درسش رو گذاشتیم با فضل و کرم الله تبارک و تعالی. انا اکنون میگذاریم به درس امروزمون. الدرس الثانی، درس دوم از اینجا شروع می شود. الفتحه، فتحه یعنی زبر، به تاجیکی زبر می شود. فتحه یعنی زبر و به عربی فتحه می شود. و فتحه می گوییم تو اینکه شما این رو یاد بگیرید. یعنی زبر گفته تلفظ نمیکنیم. فتحه، فتحه که گفتیم یعنی بدون اینکه زبر. در اینجا میگه که الحروف مفتوحه، الحروف مفتوحه یعنی که حرفایی که فتحه دارد، حرفایی که در بالاشون زبر دارد، حرفایی که فتحه دارد. ببینید در اینجا یکم حرفی همزه هست. حرفی همزه در بالاش چی دارد؟ فتحه دارد. همزه در بالاش فتحه، اینا میگیم ا. همزه در بالاش فتحه که باشه در خونده میگیمش ا. و این باشد حرفی با است. حرفی با در بالاش فتحه دارد با. و این حرفی تا است، در بالاش فتحه که دارد تا. و این حرفی ثا است، فتحه که در بالاش که هست میگیم ثا. و این حرفی جیم است، فتحه در بالاش که هست میگیم جا. و این حرفی ح می باشد، فتحه در بالاش که هست میگیم ح به حلق، ح. و این حرفی خا می باشد، فتحه در بالاش هست میگیم خا. و اینش حرفی دال است، فتحه در بالاش که هست میگیم دا. و اینش حرفی ذال می باشد، و اینش حرفی ذال، ذا. و این حرفی را است، حرفی را، فتحه در بالاش را. و این حرفی را می باشد. و این حرفی ذال است، زا است، حرفی زا. زال یعنی که زا، فتحه در بالاش که است زا. و اینش حرفی سین است، حرفی سین، فتحه در بالاش که است میگیم سا. و اینش حرفی شین است، فتحه در بالاش که است میگیم شا. و اینش حرفی صاد است، فتحه در بالاش است میگیم صا. و اینش حرفی ضاد است، فتحه در بالاش که است میگیم ضا. و اینش حرفی تا است، فتحه در بالاش که است میگیم تا. و اینش حرفی ضا است، فتحه در بالاش که است میگیم ضا. و اینش حرفی عین می باشد، حرفی عین، فتحه در بالاش که است میگیم ع. و این حرفی غین می باشد، فتحه در بالاش که است میگیم غا. و این حرفی فا می باشد، فتحه در بالاش که است میگیم فا. و اینش حرفی قاف، فتحه در بالاش است قا. و اینش حرفی کاف، فتحه در بالاش است کا. و اینش حرفی لام، فتحه در بالاش که است لا. و اینش حرفی میم، فتحه در بالاش که است ما. و این حرفی نون، فتحه در بالاش که است نه. و اینش حرفی ها، فتحه در بالاش که است ها به حلق نه، های آزاد ها. و اینش حرفی واو، فتحه در بالاش که است و. و اینش حرفی یا، فتحه در بالاش که است یا.
یا یا. پس این بود حرفایی که در بالاشون حرکت، یعنی که فتحه در بالاشون هست، چطوری که تلفظش کردیم همین طور شما هم تلفظ میکنید. پس در اینجا میگوید که الامثله من القرآنی، مثال ها از قرآن، مثال ها را از قرآن برای ما شما میورد. در اینجا ببینید الحرف، یکم حرف میورد. در اینجا یه حرف است، حرفی ا. حرفی چی است؟ حرفی ا. حرفی ا. و یعنی که حمزه در بالاش فتحه کی دارد؟ ا. حمزه در بالاش فتحه کی دارد؟ این چی است؟ ا. و اینجا ده همچنین ببینید برنگ سرخ حمزه هست، برنگ سرخ حمزه هست ا، و اینش حرفی خ می باشد، خ. و اینش حرفی دال، ذال است، در بالاش فتحش ذ. پس هر سه را جمع میکنیم. پایانش رو ببینید، در پایان در اینجا خوب بیان میکند، در اینجا خوب آوردگی هست. ببینید مثلا که کلمه را ببینید اخذ، اخذ. ببینید اخذ، اخذ، اخذ. هر کدومش فتحه میتیم. ا خ فتحه دارد خ، ذال فتحه دارد ذ، میشود اخذ. پس این دویمش رو ببینید، اینجا سین است، سین فتحه دارد س، و هم الف ببینید فتحه دارد این ا، و لام رو ببینید فتحه کی دارد این لا، این لا. پس همش جمع میکنه میشه که سأل، سأل، سأل. با این ببینید سیوم ذل در بالاش فتحه دارد ذ، و را در بالاش فتحه دارد ر، و حمزه در بالاش فتحه دارد ا، میشود در پایان جمعش میکنه. ببینید ذرا، 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 ذرا. با مثل همین با حرف با را شروع میکنند، با حرف با. ببینید حرف با ب و دال د و حمزه ا. پس همش جمع میکنه میشود که بدأ، بدأ. و حرف صاد و اینش حرف با فتحه دارد ب، و اینش حرف را فتحه دارد ر. پس هر شش جمع میکنه میشود که هر شش رو جمع میکنیم میشود که صبر، صبر، صبر. و اینش حرفی ذل و حرفی ها و حرفی با. هر سه اینها فتحه دارد. هر سه جمع میکنه میشود که ذهب، ذهب، ذهب. و اینش حرفی تا می باشد، حرفی تا. و تا یعنی ت در بالاش فتحه ت، و را در بالاش فتحه ر، و کاف در بالاش فتحه ک. ببینید هر سهش جمع میکنیم در پایان میشه که ترک، ترک، ترک. و اینش حرفی فا، و اینش حرفی تا، و اینش حرفی ح، حرفی ح. در بالاشون فتحه که دارد. هر سهش جمع میکنیم ببینید فتح، فتح. ببینید فتح. و همچنین در اینجا در بالا که ما خوندیم حرفا در اول بیا چطور نوشته میشه، در بین بیا چطور نوشته میشه، در آخر بیا چطور نوشته میشه. همچنین فایده همون بالا در اینجا ذکر شده استوده است که ببینید در حرف تا اینجا در اول بود، و در اینجا حرف تا در بین است، و در اینجا حرف تا در آخر هست. ببینید سین فتحه دارد س، و کاف فتحه دارد ک، و لام فتحه دارد، و تا فتحه دارد ت. ببینید هر سه جمع میکنه میشه که سکت، سکت. ببینید ت در آخر چطور نوشته میشود. هر حرف را آورده است در اول، در بین، در آخر چطور نوشته میشود برای ما و شما گفته استوده است. و این حرفی تای مربوطه می باشد، حرفی تای مربوطه. تای مربوطه در اول کلمه نمی آید، تای مربوطه در بین کلمه هم نمی آید، تای مربوطه همه وقت در آخر کلمه می آید، در آخر کلمه. ببینید مثلا شین ش، و اینش جیم می باشد ج، و اینش را می باشد ر، و اینش
همون تای مربوطه هست تا، همون تای مربوطه میشه تا. پس هم هر چهار این حرفا را جمع میکنیم در اینجا میشود که شجرت، شجرت، شجرت. تای مربوطه در آخر است. شجرت. میگه تابعوا امثله الحروف مفتوحه، یعنی که تابع مثال هایی که همچنین با همون حرف های مفتوحه یعنی که فتحه داره که در بلوک گذاشتیم دوام همون میگه. اینجا حرفی ثا را میارد. حرفی ثا، ثا. حرفی ثا در اول کلمه یگان مثال نیاورده است، اصلا میآید در اول کلمه میآید که یگان مثالش نیاورده است و در بین کلمه مثال آورده است، مثلا میم ما و ث، ث و لام لا. ببینید لا. پس هر سه این حرفا را جمع میکنه میشه که مثلا، مثلا. هر سهش میشه که مثلا، ث در بین. و در آخر کلمه حرفی ث را آورده است، در اینجا میگه که با، با و این حرفی عین هست، ع و این حرفی ث در آخر کلمه هست، ث. پس هر سه را جمع میکنه میشود که بعث، بعث. هر سهش میشود بعث. و حرف جیم، این حرف جیم می باشد جداگانه به این طریق نوشته می شود. و این حرف جیم جا و این حرف میم ما، فتحه در بلوش که هسته ما و اینش حرفی عین ع. هر سهش جمع میکنه می شود که جمع، جمع. و این حرفی واو یعنی که حرفی جیم با در بین، این حرفی واو و اینش حرفی جیم جا و اینش حرفی دال دا. ببینید دا. پس هر سهش جمع میکنیم به این طریق میخونیم که وجد، وجد یعنی که جیم در بین، وجد. و اینش حرفی میم می باشد، حرفی میم ما و اینش حرفی را می باشد را و این حرفی جیم هست همچنین جا. پس هر سه این کلمه را، هر سه این حرف را جمع میکنیم یک کلمه میشود که مرج، مرج، مرج. و این حرفی ح می باشد، حرفی ح با جداگانه به این طریق نوشته می شود. و این حرفی ح در اول کلمه هست ح و این حرفی میم در اول کلمه هست یا که جداگانه به این طریق نوشته می شود. و این حرفی لام است، حرفی لام لا. پس هر سه این حرف را جمع میکنه می شود که حمل، حمل، حمل. و این حرفی همزه است یا الف در بالاش همزه دارد ا و جیم و حرفی ح، ح و این حرفی دال است دا. پس هر سه این حرف را جمع میکنیم می شود که احد، احد. و این حرفی شین است ش و این حرفی را است را و این حرفی ح می باشد ح، ح. هر سهش جمع میکنه می شود که شرح، شرح. و این حرفی خا است، حرفی خا جداگانه به این طریق نوشته می شود. و حرفی خا، خا و حرفی تا، تا و حرفی میم در بالاش فتحه که دارد میگیمش ما، ما. پس هر سهش جمع میکنه می شود که خاتم، خاتم. و این حرفی دال است، حرفی دال می باشد این. و اینش حرفی خا در بین کلمه، حرفی خا و اینش حرفی لام لا. و هر سهش جمع میکنیم در بالاشون فتحه که مونده می شود که دخل، دخل. و اینجا ده همچنین حرفی واو و حرفی نون نه و حرفی فا در بالاش فتحه که است فا و حرفی خا در بالاش فتحه که است خا. پس هر چهار حرفا را جمع میکنه می شود که
و نفخ و نفخ. و اینجا این حرفی دال است. حرفی دال در بولش فتحه کی دارد؟ حرفی دال فتحه در بولش که است دا. و اینجا دا و خا و لا. و هر سه این حرف را جمع میکنه میشود که دخل دخل. و این حرفی صاد است صا. و این حرفی دال هست در بولش فتحه است دا. و این حرفی کاف است فتحه در بولش که است قا. و هر سه جمع میکنه میشود که صادقا. و این حرفی حا می باشد در بولش فتحه است ح. و این حرفی سین است فتحه در بولش است س. و این حرفی دال است فتحه در بولش که است دا. و هر سه را جمع میکنیم میشود که حسد حسد. و این حرفی ذال است حرفی ذال ذا. این حرفی ذال می باشد یعنی که ذا. و این حرفی ذال است همچنین ذا. و ها است ها. و اینش حرفی با است با یعنی که ذهب. هر سه اگر که جمع کرده می شود ذهب ذهب. و این حرفی کاف است کا. و این حرفی ذال است ذا. و این حرفی با می باشد با. هر سه جمع کرده می شود که کذب کذب. و این حرفی نون است نه. و این حرفی با است با. و این حرفی ذال است ذا. هر سه جمع کرده می شود که نبذ نبذ نبذ. و این حرفی را می باشد را را. و حرف را را در بولش فتحه کسته را. و اینش را در بولش فتحه را. و این حرفی جیم فتحه در بولش جا. و اینش حرفی عین فتحه در بولش ع. هر سه را جمع کنیم می شود که رجع رجع. و این حرفی تا است تا. و این حرفی را است. و اینش حرفی کاف می باشد کا. و هر سه را جمع کنیم می شود که ترک ترک. و این حرفی ح است در بولش فتحه دارد ح. و اینش حرفی داد است فتحه در بولش است دا. و اینش حرفی را است فتحه در بولش که است را. هر سه جمع کنیم می شود که حضر حضر. و این حرفی زای است حرفی زای زا فتحه در بولش که است زا. و این حرفی زا زا. و این حرفی عین ع. و این حرفی میم فتحه در بولشون که دارد ما. هر سه این حرف جمع کنیم می شود که زعم زعم. و این حرفی عین می باشد ع. و این حرفی زا است. و این حرفی میم. هر سه را جمع کنیم می شود که عزم عزم. و این حرفی لام است لا. و این حرفی با می باشد با. و این حرفی را است را. و این حرفی زا است زا. اگر هر سه را جمع کنیم می شود که لا برز لا برز. و این حرفی سین است در بولش فتحه س. و این حرفی سین فتحه در بولش س. و حرفی را فتحه در بولش را. و حرفی قاف فتحه در بولش ق. هر سه این حرف را جمع میکنیم می شود که سرق سرق. و این حرفی کاف می باشد ک. و این حرفی سین است س. و این حرفی دال است فتحه در بولش که است دا. و هر سه اینها را جمع کنیم می شود که کسب کسب. و این حرفی عین هست ع. و این حرفی با است با. و این حرفی سین است س. و هر سه این حرف را جمع کنیم در پایان می شود که عبس عبس.
تابع أمثلة الحروف مفتوحة. تابع أمثلة الحروف مفتوحة یعنی که همچنین با دوام همون حرفایی که فتحه دارن. فقط از ما درسای فتحه را خوندیم ولی کسره را و حالی دمه را و حالی سکون بعد میخونیم ان شاء الله. و این حرفی شین است شا و این حرفی شین می باشد شا. شا کا را. ببینید هر چیز جمع میکنه میشود که شاکارا شاکارا. و این حرفی کاف کا و این حرفی شین دبلوش فتح شا و این حرفی فا فا. هر سه را جمع کنه میشود که کاشافا کاشافا. و در اینجا در آخر کلمه حرف شین نیاورده است. هست کلمهش اما نیاورده است لیکن در آخر کلمه همچنین حرف شین می آید. و این حرفی صاد است. حرف صاد دبلوش فتح کسته سا حرف صاد سا. و اینجا دا صاد دبلوش فتح سا دال فتح دبلوش دا قاف فتح دبلوش قا. ببینید هر سه حرفا که دبلوش فتح کی داره جمعش کردیم به این طریق نوشته می شود و به این طریق خونده می شود که صادقا صادقا. و این حرف فا دبلوش فتح فا و این حرف صاد فتح در بلوش سا و این حرف لام فتح در بلوش لا. اگر هر سه را جمع کنیم مثلا چقدر در پایین جمعش کرده گسته میگه که فاصلا فاصلا. و این حرف نون می باشد دبلوش فتح نه و این حرف کاف است فتح در بلوش کا و این حرف صاد است فتح در بلوش سا. هر سه جمع میکنه میشه که ناکاسا ناکاسا. و این حرفی داد است حرفی داد دا و این حرفی داد دا را با. هر سه جمع میکنیم حرف را میشود که داربا داربا. این باشد ها حاضر حاضر. هر سه حرف را جمع میکنیم میشود که حاضر حاضر. و این حرف فا فا را دا فا را دا. هر سه کلمه که جمع کرده میشود به این طریق نوشته میشود که فرادا فرادا. و این حرف تا می باشد تا تا. و این حرف تا است تا این با با و این عین است ع. هر سه جمع که میشود که تابع تابع. و این حرف فا است فا و این حرف تا و این حرف را. هر سه این را دبلوش فتح کسته میمونیم به این طریق نوشته میشه و به این طریق خونده میشود که فاطر فاطر. و این حرف با است با و سین سا و تا تا. هر سه را به این طریق خونده میشود یا نوشته میشود که بساطا بساطا بساطا. و این حرفی ضا است حرفی ضا حرفی ضا به این طریقه است در جداگانش. این در یعنی که جداگانش به این طریق نوشته میشود ضا و عین و لام لا و میم ما. هر سه را جمع میکنیم در یک کلمه میشود که ظالم ظالم. و این حرفی نون است و این حرفی ضا است و این حرفی را است. و هر سه را جمع میکنیم میشود که نظر نظر نظر. همچنین در آخر کلمه هم می آید حرف ضاد لیکن در اینجا یگان مثالش نیاوردگی است. نباشه در آخر کلمه هم حرف ضاد می آید. و این حرف عین است حرف عین ع. اینجا دا عبد عبد. هر سه جمعی که می شود که به این طریق نوشته می شود که عبد عبد. و اینش باشد جعل جعل. تا پایین جمعش کرده نوشتگی است به این طریق که جعل. و این باشد شا و را و ع. هر سه جمع میکنه میشود که شارع شارع. و این حرفی غین است حرفی غین غا. و این حرفی غین
در بالوش فتحه است غ و حرف فا فتحه در بالوش است ف و حرف لام فتحه در بالوش که است ل. حرف را در بالوش فتحه که است ر. هر سش جمع میکنه میشود که غفر غفر. و این حرف فا است ف و حرف غین است در بالوش فتحه که است غ. حرف فا است فتحه در بالوش که است ف و رام است حرف را در بالوش فتحه که است ر. هر سه جمع میکنه میشود که هر چهار حرف را میشود که فغفر فغفر. و این حرف نون است نه و حرف زا است ز در بالوش فتحه که است و حرف غین است فتحه در بالوش که است غ. هر سه را جمع میکنه میشود که نزغ نزغ. و این حرفی فا می باشد ف. و اینجا ده ف و صاد صا و لام لا. هر سه را جمع کنه می شود که فصل فصل. و این حرفی الف است یا همزه و این حرفی فا است و این حرفی لام است. و هر سه را جمع کنه می شود که افل افل. و این حرفی صاد است و این حرفی را است را و این حرفی فا است. هر سه را جمع کرده می شود که صرف صرف. و این حرفی قاف است حرفی قاف فتحه دارد ق. پس در اینجا قاف ق و تا فتحه دارد تا و لام فتحه که دارد لا. هر سه را جمع میکنیم هر سه این کلمه را حرف را جمع میکنیم میشه که قاتل قاتل. و این حرفی تا است تا و این حرفی قاف است ق و این حرفی عین است ع. هر سه جمع میکنیم میشه که تقع تقع. و این حرفی همزه است ا و این حرفی با است با و این حرفی قاف است ق. و هر سه را جمع میکنه میشود که ابق ابق. و این حرفی کاف می باشد حرفی کاف. کاف فتحه که دارد ک کاف فتحه که دارد ک و کاف فتحه ک و تا فتحه که دارد تا و با فتحه که دارد با. هر سه این که حرف را که جمع میکنه میشود که کتب کتب. و این حرفی الف است همزه ا و این حرفی کاف است ک و این حرفی لام است لا. و هر سه این حرف را جمع میکنه میشود که اکل یعنی یک کلمه میسازیم میشود اکل. و این حرفی تا میباشد تا و این حرفی را است فتحه که دارد را و این حرفی کاف است ک. هر سه اینها را جمع میکنیم به این طریق نوشته میشود که ترک ترک. همچنین با دوام همون حرفا این حرفی لام میباشد حرفی لام. لام فتحه که دارد لا لام در بالوش فتحه که است لا. و این لام لا و این حرف عین ع و این حرف نون نه. هر سه جمع میکنه میشود که لعن لعن. و این حرف سین میباشد س و این حرف لام میباشد لا و این حرف فا میباشد ف. هر سه اینها را جمع میکنه میشود که سلف سلف. و این حرفی نون است نه و این حرفی زا است ز و این حرفی لام است لا. هر سه جمع میکنه میشود که نزل نزل. یعنی که در جمع کلمه سازی به این طریق نوشته میشود. و این حرفی میم میباشد حرفی میم ما فتحه که دارد ما. و حرف میم فتحه دارد ما و حرف نون نه و حرف عین ع. و این هر سهش جمع که کردیم به این طریق نوشته می شود منع
منع. و این حرفی همزه است ا و حرف میم ما و حرف را ر. هر سه این حرف را جمع میکنیم به این طریق است که امر امر. و این حرفی ح می باشد ح و حرف کاف ک و حرف میم ما. هر سه اینها را جمع میکنیم به این طریق نوشته می شود که حکم حکم. و این حرفی نون می باشد حرفی نون در بالای فتحه که دارد این را میگیم نه نه. نون فتحه در بالاش نه و حرف با و حرف زال ذ. هر سه را جمع میکنیم به این طریق نوشته می شود که نبذ نبذ. و این میم حرف میم و نون نه و حرف عین ع. هر سه جمع میکنیم می شود منع منع. و این حرفی سین است س و حرفی کاف است ک و حرفی نون است نه. هر سه را جمع میکنیم می شود که سکن سکن. و این حرفی ها می باشد های آزاد ها. و این حرفی ها ها و حرفی لام لا و حرفی کاف ک. هر سه این حرف را جمع میکنیم می شود که هلک هلک. و این حرفی جیم است ج و حرفی ه ه و حرفی را ر. هر سه اینها را جمع میکنیم می شود که جهر جهر. و در آخر کلمه می آید لیکن اگون حرف نیاورده است اگون کلمه نیاورده است لیکن در آخر کلمه می آید. و این باشد حرفی واو حرفی واو حرفی واو یعنی که در بالای فتحه که دارد و. این کلمه اش مثلا و س ق. پس یا جا با این طریق تلفظ میکنه یا نوشته می شود که و س ق و س ق. و اینش باشد ف و ه ب. پس هر چهار این حرف را جمع میکنید می شود که ف و ه ب ف و ه ب. و همچنین واو در آخر کلمه میآید لیکن در اینجا یگان کلمه نیاورده است. و اینجا باشد حرفی یا حرفی یا در آخر در بالاش فتحه که دارد یا و حرفی یا د ک. پس ببینید در اینجا یا د ک یا د ک. و اینجا دا باشد و یا ذ ر ک. و این 5 تا حرف جمع میکنیم معنی بگیم به این طریق نوشته می شود و این طور خونده می شود که و یذرک و یذرک. همچنین حرف یا در آخر کلمه هم می آید لیکن در اینجا یگان مثال یا که یگان کلمه نیاورده است. پس در اینجا میگه که تدریبات یعنی که مشق ها. میگه اتبع المثال الآتی یعنی که پیروی کن مثال می آمدگی را. مثال می آمدگی را ببینید در اینجا نوشته که خ. ببینید حرفی خ و لا و ق. ببینید خلق جدا جدا نوشتگی است و در اینجا آورده استش هر سه خلق یا جای نوشتگی است. با مثل همین بو که میگم مثلا اینجا دا و قب هست این را بگی خودت یا جایشون که چخیل نوشته میشه در دفتر بنویس و قب یا جای بعد باز بخونش. و اینش باشد حسد این را با یک جای کرده خودت بنویسش. و این باشد حرف نون نکسا جدا جدا است بگی یک جای بنویسش نکسا چطور نوشته میشود. و این باشد تارا یا جای چطور نوشته میشود تارا همونطور یک جای بگی بنویسش. و این باشد حرفی کاف کسب این جدا جدا است این را میگه بگی یک جای کرده بنویسش کسب در یک کلمه بنویسش چخیل می نویسی. و این باشد فعل
جدا جدا است، یک جای کرده در یک کلمه می نویسید که فعل. و این باشد جمع، جدا جدا است و در یک کلمه می نویسید که جمع، یعنی که برای نوشتنش را یاد گرفتنتون. و این باشد حرفی ابق، جدا جدا هست، در یک کلمه بنویسید که ابق. و این حرفی ذال، ذهب، و اینجا حاضر جدا جدا نوشتگی است، در یک کلمه بنویسید که ذهب. و این حرفی با، بعث، بعث همچنین جدا جدا هست، در یک کلمه می نویسید که بعث. و این باشد حرفی شین، شجره، این جدا جدا است، در یک کلمه شجره کرده بنویسید. زرع همچنین جدا جدا هست، در یک کلمه زعم، زرعنه زعم، زعم در یک کلمه می نویسید. و اینش باشد حضر، جدا جدا است، در یک کلمه حضر کرده می نویسید. اینجا باشد ظلم، در یک کلمه ظلم کرده یک کلمه بنویسید. این رو نزغ، نزغ، این را همچنین می نویسید. بسط، بسط، این را همچنین خودتان می نویسید. و این بود درسی امروزه ما و شما. و این را انشاءالله میخوندگیش رو باید بخونید. حرفا در اول چطور است، در بین چطور است، در آخر چطور است، باید اون را نوشته کنید و در یادتان بگیرید و هر جایی که دیدید در اول کلمه، در بین کلمه، در آخر کلمه اون حرف را بشناسید، زیرا اینکه فرق میکنه. در اول کلمه طرز نوشتنش دیگر هست، در بین کلمه دیگر میشود، در آخر کلمه دیگر میشود. برای هم خاطر اینها را اهمیت بدید تا اینکه یک فایده به دست بیارید و تا اینکه برای قرآن خواندنتون فایده یا یاردمتون، کمکتون بکند. و این بود درس دوم ما و شما و درس دوم رو در اینجا به پایان میرسونیم. و این بود همچنین فتحه، این را خواندنش را فقط فتحه را یاد بگیرید. با درس های آینده انشاءالله حرکت را براتون پیشنهاد خواهیم کرد. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.